بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات باصفا، بیننده برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم می باشید. خدمت یکایک شما گرامیان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و خوشحالم که بار دیگر فرصت میسر گردید تا با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خودتان، برنامه خلق عظیم، و با موضوع جدید در خدمت شما گرامیان باشیم. به اجازه شما خدمت جناب مولانا سید مجیب الرحمن انصاری هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و ایشان را به استودیو خوش آمد میگم. تشکر. من هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر جناب مولانا سید. خب بینندگان عزیز و گرامی، مباحث اخلاقی و کنکاش و بحث در رابطه به فضایل اخلاقی همچنان ادامه دارد و از طریق این برنامه طی جلسات متعدد مباحث اخلاقی و فضایل اخلاق اسلامی را به بحث میگیریم و امروز بار دیگر با یکی دیگر از فضایل اخلاقی در خدمت شما هستیم و امیدوار هستیم که از طریق این برنامه بتوانیم در رشد و تربیت نسل جدید امت اسلامی سهم بگیریم و در تثبیت و رشد اخلاق اسلامی در جوامع اسلامی نقش بتانیم ایفا کنیم. بحث این جلسه از جلسات برنامه خلق عظیم ایثار است. براستی ایثار چیست؟ فرق بین ایثار و جود و سخاوت چیست؟ نمونه های از ایثارگری های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام و بزرگان امت، چه چیزهای باعث عدم رشد روحیه ایثار در جامعه ما می گردد و آیا خلق ایثار همیشه ممدوح و مثبت و پسندیده است یا اینکه ما ایثار منفی هم داریم؟ این موضوعات ان شاء الله در این جلسه از جلسات برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم، به بحث گرفته خواهد شد. خب جناب مولانا بزرگوار، چون کلمه ایثار البته کلمه عربی است، اگر بخواهیم این کلمه را تعریف کنیم به زبان فارسی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اگر بخوایم معنا و مفهوم ایثار ما تشریح کنیم، خود این آیه مبارکه هست که باز هم برای ما معنا و مفهوم ایثار بیان میکنه. ایثار به معنای جود و بخشندگی هست. ایثار به معنای سخاوت و به معنای این که یعنی به عبارت دیگر حاجت دیگران را بر حاجت خیش مقدم بداریم. این میشه ایثار. یعنی آنچه که کسی از ما
هنوز نمیخواهد چیزی طلب بکنه، ما مشکلات از او حل میکنیم. این را میگن ایثار. یک شخص نیازمندی داره، قبل از این که او بطلبه ما به سراغ او میریم و مشکلش را حل میکنیم. این را میگن ایثار. به تعبیر آیه قرآن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، چنان ایثار میکردن که او چیزی که نفسهایشان دوست داشت، او چیزی که نفسهایشان میپسندید و او چیزی که نفسهایشان اشتیاق داشت، او را برای دیگران پیش میکردن و ایثار میکردن و از خودگذری نشان میدادن و بخشندگی نشان میدادن. این یعنی معنا و مفهوم ایثار هست. پس جناب آنوس با این تعریف اگر بخوایم عکس ایثار، ضد ایثار بخوایم تعریف کنیم، پس میشه استیثار به ث عربی که خودپسندی و حاجت خود را بر دیگران مقدم داشتن، نه اینکه حاجت دیگران را به نیت خیر و از روی قصد بر خود ما مقدم داشته باشیم. متاسفانه که ای فضیلت اخلاقی و ای ارزش اخلاقی امروز در جامعه خیلی ها کم رنگ است. ما نه تنها ایثار را امروز به صورت مشهود نمی بینیم که حتی عدل از جامعه ما مفقود است که حق طبیعی یک طرف هست. شما در خلال تعریفی که از ایثار داشتین بحث جود و سخاوت را هم بیان کردین، گفتین معنای ایثار سخاوت هست. پس فرق تفاوت بین ایثار و سخاوت و جود هست، یعنی که یک کلمه است؟ اگر به معنای اصلی نگاه بکنیم، ایثار همان جود و سخاوت هست، اما علما نسبت به معنای هر یک از اینها دقت به کار بردن که یعنی تعریفات خاص نمودن که از آن جمله ابن قیم رحمه الله در مدارج السالکین که شرح منازل السائرین شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی که در افغانستان مشهور به خواجه عبدالله انصاری هستند، در مدارج السالکین ابن قیم رحمه الله بیان میکنن معنای سخا، معنای برای چی کسی سخی اطلاق میشه، برای چی کسی جواد اطلاق میشه، برای چی کسی ایثارگر میفرمایند. پس بیم اگر بخوایم که تفکیک کنیم، ایثارگر کیست، سخاوتمند چه کسی است و جواد کیست؟ به تعبیر ابن قیم رحمه الله کسی که بذل و بخشش داره، بله، در این بذل و بخشش او یعنی هیچ آثار فقر برایش پیش نمی آید. مثلا یک شخص 1,000,000 سرمایه داره، می آید یک چند هزاری در راه الله سبحانه و تعالی میده، حالت پریشانی برای ازی دست نمیده، چون بسیار از سرمایه بزرگ یک شی قلیل داده. این هست سخا. از یعنی 1,000 از 1,000 افغانی 10 افغانی داده، 10 افغانی داده. این هست انسان سخی و انسان سخاوتمند و انسان به تعبیر ابن قیم. اما یک انسان هست که اکثر مال و سرمایه خود را در راه الله سبحانه و تعالی میده، چیز قلیل را نزد خود نگاه میداره. 80% را عکس قبلی که اشاره کردیم، عکس سخاوت. این انسان هست جود و جواد و اینها. اما بحث ایثار یک بحثیه که الله سبحانه و تعالی در قرآن هم صحابه به ایثار تعریف میکنه. کسی که آنچه که خودش ضرورت داره، سخت خودش مشتاقش هست، حالا این آنچه که ضرورت داره، میخوای لباس باشه، میخوای کفش باشه، میخوای یک باغ باشه، میخوای یک تجارت باشه، آنچه که خودش سخت ضرورت داره او برای کسی دیگری عطا میکنه و بخشش میکنه. این میشه ایثار.
این هست ایثارگر. فداکاری. پس به این تعبیر سخا و جود و ایثار ابن قیم رحمه الله بین اینها تفکیک قائل شده. مثل که ما در برنامه گذشته در ارتباط به مراتب دین اسلام داشتیم و ایمان داشتیم و احسان داشتیم که احسان بالاترین درجه دین بود. پس در اینجا اوج بخشش و اوج عطا و ترجیح دادن حاجت دیگران بر حاجت خود را ایثار میگن، یعنی بالاترین درجه سخاوت شاید ایثار باشه و سخاوت بعدش جود و بعدش ایثار. خب جناب مولانا صاحب، آیا ایثار یا اگر بخوایم از خودگذری بگیم یا حاجت دیگران را بر حاجت خود مقدم داشتن یا تفضیل بر دیگران، آیا همواره ای خلق یا ای فضیلت اخلاقی ممدوح و پسندیده و مثبت هست؟ یعنی احیانا میشه که من خودم نیاز داشته باشم، اگر خودم نیاز نداشته باشم افراد که در محیط ما هستند یا از اقربای ما هستند یا خویشاوندای ما هستند یا فرزندای ما هستند، اونا نیاز دارن، حاجت دارن، من میایم این فرد بیرون از خانه را، فرد دورتر از محیط ما بر اینا ترجیح میتم. آیا این محمود است؟ اگر بخوایم ما یا به عبارت ایثار ممدوح یا ایثار مذموم یا مثبت یا منفی بیان بکنیم، علما میفرمایند که ایثار ینقسم الى قسمین، به دو قسم میشه، ممدوح میشه و مذموم میشه. قبل از اینکه مثبت و منفی بیان بکنیم به این تعبیر بگیم که یک قسم ایثار در عبادت هست، یک قسم ایثار در امور دنیا هست. در قسمت عبادت علما میفرمایند که ایثار مکروه هست. چگونه؟ مثال بیان میکنن حتی در عبادت حتی حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله در این موضوع وقتی که بیان میفرمایه و نظریات خود را بیان میکنه و بعد میگه که در عبادت اگر کسی ایثار داشته باشه مکروه هست و مثال هم بیان میکنه. مثلا یک شخص صف اول نماز نشسته هست، ساعتها رفته صف اول گرفته و بعدا میبینه که یا یک موسفیدی یا کس دیگری و بالاخره هر کس که میخواهد باشد آماده در صف دوم نوشته، حالا این ایثار میکنه صف اول رو میده به اون شخص دیگر. این عمل میگه مکروه است، این ایثار نیست. این در قسمت عبادت. بله، در قسمت عبادت. اما میایم در قسمت امور دنیا باز دو قسم میشه، همان منفی میشه و همان مثبت، یا ممدوح میشه و یا مذموم. چگونه؟ هر دو در قرآن آمده، هر دو ایثار در قرآن ذکر شده. ایثار مثبت الله سبحانه و تعالی میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، او چیزی که صحابه خودشان دوست داشتن برای دیگران عطا میکردن و بخشش میکردن. این ممدوح و یا مثبت. اما در قسمت منفی و یا مذموم و یا ایثاری که شریعت او را رد کرده و تایید نمیکنه و مسیر او ایثار کجا هست؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، کسی که سرکشی میکنه و ایثار کرده که این زندگی دنیا را فقط مختص انتخاب کرده، تمام ایثارش فقط دنیوی هست. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، نتیجه چی میشه؟ فان الجحیم هی المأوى. این ایثار که بعدا ما به یک مثال بیان میکنم. اگر این مثال بیان میکنم. و همچنین آیه دیگه الله سبحانه و تعالی میفرمایه بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینهایی که ایثار کردن فقط دنیا را انتخاب کردن اما از این فراموش کردن که والآخرة خیر و ابقا. پس اینجا ایثار به معنای برگزیدن است. بله، اینجا دنیا را برگزیدن. مثلا بیان میکنه اشخاص پیدا میشن در نزدیکی انتخابات، حالا یا از خود شخصی که دارن یا حتی قرض میکنن، خود اینا چیزی ندارن، قرض میکنن، شروع میکنن به ایثار.
کمک به فقرا، به مستضعفین، به مردم قریه. حتی در این وقت مسجد فرش بکنه، در این وقت بسیار کارهایی که در عالم ظاهر خیلی ایثار و فداکاری و جود و بخشندگی و اینها، اما این چون نیت درست نیه، فاما من طغا و آثر الحیات الدنیا، نیت اینا انتخاب دنیا هست که من اگر امروز 10,000 مصرف کنم، فردا پارلمان برم 20,000 پیدا میکنم، بیشتر از این پیدا میکنم. این ایثاریه که مسیر از این جهنم هست و این مذموم هست و ایثار منفی هست که عواقب خطرناک داره. نکته دیگر و مثال دیگر، مثلا ما پیشتر گفتیم که از جمله ایثار اینه که شخص نان بده، طعام بده، سخی، سخاوتمنده. حالا یک شخص مهمانی برگزار میکنه، قدرتمندار دعوت میکنه، قلدرار دعوت میکنه و بالاخره در به اینها نان میده. خود نان دادن یک ایثار هست، یک جود و بخشندگی هست، اما چون نیت چیز دیگر هست، مسیر این به طرف فوز و فلاح و رستگاری نیست. یا مثلا هدیه دادن برای فساق، برای فجار، تمویل کردن و به اصطلاح امروزی اسپانسر کردن و بالاخره برنامه‌های مبتذل و بالاخره فسق و فجور، اینها پیش خود شخص میگه من ایثار میکنم، پیش خود میگه من ایثار میکنم، ایثار کردم، فداکاری کردم که بالاخره فلان برنامه فسق و فجور ما تمویل کردم و یا مصرف دادم. یا این که حتی کمک به اهل بدعت، کمک به اهل بدعت، شاید شخص پیش خود بگه که من ایثار میکنم، فداکاری میکنم، من جود و بخشندگی دارم، اما ما میدانیم که یک بدعت در بین جامعه وقتی رشد میکنه چی عواقب خطرناک و اینها. و مسائل دیگری که پولهایی که از راه غیر مشروع به دست میآیه، از راه رشوت و از راه ربا و از راه ظلم و از راه ستم، بعد ببینیم شخص در بین فقرا و مساکین ایثار داره، فداکاری داره، جود و بخشندگی داره. این مسیری هست که الله سبحانه و تعالی میفرماید اینها کسانی هستند که در حقیقت نیت نار در این بوده که بل تؤثرون الحیات الدنیا، اینها زندگی دنیا را انتخاب کردن و میخوان فقط از راه غیر مشروع میخوان که رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیارن. پس از این لحاظ این ایثارهایی که نیت ناخدایی نباشه، ولله نباشه، این ایثار مذموم هست، ایثار منفی هست، ایثار و فداکاری هست که یعنی سخاوت و جود و بخشندگی هست که دست اونها را نمیگیره و الله سبحانه و تعالی از اینها راضی نمیشه. و میایم در قسمت ممدوح که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه و یؤثرون علی انفسهم، او صحابه‌ای که چنان ایثار داشتن. اصلا جناب استاد بزرگوار اصلا معنای ایثار اینجا بیشتر تجلی پیدا میکنه. بله. در اینجا من میخوام که به خاطری که برای بیننده ها واضح تر بشه اصلا شأن نزول همین آیه مبارکه چی هست. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. شأن نزول این آیه مبارکه، سیدنا ابو هریره رضی الله عنه، حدیث بخاری و مسلم هست که میفرمایند شخصی آمد به دروازه مسجد النبی صلی الله علیه و سلم، مسجد رسول صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله من گرسنه هستم. رسول صلی الله علیه و سلم فرستادن کسی را به خانه بعضی از ازواج مطهرات. کل خانه های ازواج مطهرات را پرسان کردن و پس برگشت شخصی که آمد گفت که یا رسول الله در خانه ازواج مطهرات، یعنی در خانه رسول صلی الله علیه و سلم، جز آب چیز دیگری نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو به طرف صحابه کردن چی کسی از این مهمان پذیرایی میکنه؟ یک انصار دست خود را بلند کرد، یا رسول الله مهمان من باشه. و رسول صلی الله علیه و سلم مهمان را به او تسلیم کردن و بعدا این مهمان را گرفت و آمد در خانه و برای زوجه خود و برای همسر خود و برای خانم خود گفت که مهمان امشب آوردم چیست در خانه. و او ببینین شما، ما وقتی بحث از ایثار میشه، بحث از فداکاری میشه، بحث از جود و بخشندگی میشه که ایثار قبلا معنای رو گفتیم که آنچه که خودش ضرورت داره برای دیگران عطا کنه. این زوجه این صحابه
این صحابیه میگه که در خانه فقط طعامی آماده شده فقط برای اطفال، فقط برای اطفال هست، حتی من و تو کفایت نمیکنه، فقط اطفال هست که از او باید استفاده کنن. و صحابه میگه امشب اطفال رو وقت بخواب، اونها رو کاری بکن که بخوابن، اطفال رو بخوابن و غذا رو آماده کن. سبحان الله، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. و بعد غذا رو آماده کن، وقتی که مهمان نشست چراغ من کاری میکنم که این خاموش بشه و بعدا خود را مصروف میکنم که مهمان احساس کنه که من غذا میخورم و او غذا بخوره تا این که سیر بشه. و این زن و شوهر این عمل را انجام دادن و مهمان آمد و چراغ را خاموش کردن و بعدا مهمان سیر شد و فردایش این صحابه وقتی وارد مسجد رسول صلی الله علیه و سلم شد، رسول صلی الله علیه و سلم گفتن شما دیشب چه عملی را انجام دادیم که از این عمل شما الله سبحانه و تعالی فرحت و خوشحالی کرد؟ در روایت میاره که تعجب کرد، در روایت میاره که خندید. شما چه کار کردید که این آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه؟ ایثار اینا چنان ایثاری هست که مهمانر، فقیرر، مسکینر، محتاجر بر خود ترجیح میدن ولو که نفس خود ایشان سخت به او ضرورت داره. و من یوق شح نفسه، و اینها از جمله چی میشن؟ فاولئک هم المفلحون. پس به اینه که جناب استاد بزرگوار این ایثاریه که الله سبحانه تعالی از اون مدح کرده و رسول صلی الله علیه و سلم مدح کردن و قرآن و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم از این چنین ایثارگرها قدر کرده و تقدیر کرده و اونها جز کسانی قرار داده که میگه اولئک هم المفلحون و اینها از جمله رستگاران هستند. تشکر جناب مولانا بزرگوار. قبل از اینکه بپردازیم به نمونه های از ایثار خود پیامبر صلی الله علیه و سلم و بقیه صحابه و تابعین با هم میان برنامه میبینیم و پس از این میان برنامه انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. همانا الله به عدل و احسان و عطا و بخشش به خویشان فرمان می دهد و از کارهای زشت و ناپسند و تجاوز باز می دارد. پندتان می دهد باشد که پند بگیرید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم با ادامه بحثمان که یکی دیگر از فضایل اخلاقی است و ایثار است. ایثار و ایثارگر چیست؟ فرق بین ایثارگر و سخاوتمند و جواد چیست و آیا ما ایثار پسندیده و ناپسند یا مثبت و منفی داریم؟ در این رابطه قبل از میان برنامه جناب مولانا صاحب صحبت‌های داشتن. حالا می‌خواهیم به نمونه‌های از ایثارگری و فداکاری‌های
رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام و تابعین و بزرگان امت اشاره کنیم. جناب مناسب در خدمت شماست. حقیقتا وقتی که انسان سر مسئله ایثار و مسئله بخشندگی بزرگان که در رأس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سلف الصالحین و بزرگان دین میایه، انسان واقعا پیش نفس خود و وجدان خود احساس شرم و خجالت و اینها میکنه که اونها چی ایثار و چی بخشندگی داشتن و ما امروز متاسفانه حتی در حق مردم ادا نمیکنه. بسیار متاسفانه هرچی که واقعا در این قسمت امروز ضعفی هم که به امت اسلامی پیدا شده از این لحاظ هست. قرآن عظیم الشان میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم در تمام امور اسوه حسنه هستند. در قسمت جود و سخا و بخشندگی و اجود الناس بودن، سخاوتمندترین مردم بودن. ایثار و فداکاری رسول صلی الله علیه و سلم زیاد هست که ما فقط یک نمونه به هر کدام اشاره میکنیم، آنقدر برنامه برای ما وقت نخواهد داد. در حدیث می آورد که روزی یک زن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک برده، یک به تعبیر ما و شما یک بالاپوشی، یک کرتی به رسول صلی الله علیه و سلم هدیه داد، تحفه داد و برای رسول صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد و از رسول صلی الله علیه و سلم هم خواهش کرد که این را بپوشید. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که اون را پوشیدن و سخت به او نیاز داشتن و از جمله چیزهایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او محتاج بودن و نیاز رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که این را پوشیدن یک صحابه متوجه شد، گفت که یا رسول الله چقدر بالاپوش زیبایی، چقدر کرتی زیبایی است، چی میشه که این را من بپوشم؟ یا تعریف و توصیف کرد. و رسول صلی الله علیه و سلم چون از عادات اینا بود که کسی از اونها سوال میکرد رد نمی کردن، لا نمی گفتن. رسول صلی الله علیه و سلم کشیدن و بالاخره او برای از او تقدیم کردن. این نشان دهنده چی هست؟ این ایثار هست، چون با آنچه که ضرورت داشتن رسول صلی الله علیه و سلم او را دادن. جناب استاد بزرگوار، وقتی به احادیث ایثار صحابه و ازواج مطهرات روبرو میشیم، جناب مانوس حکایت کردین، ادامه ازی هم فکر کنم اگر ما به محافظیم چیز نکنه، یاری بکنه، خیلی زیباست که بعد میگن برخی از صحابه و صحابه را گفتن که تو چرا این کار کردی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به این چیز نیاز داشتن. این همت صحابه و این اخلاص صحابه را بینین، گفت که ما به خاطر گرفتم که او را کفن بکنم. این حقیقتا صحابه که صحابه هستن. قرآن آنها را برای ما میگه فین آمنو بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد، شما هدایت میشوید. یعنی معیار هدایت چی هست؟ ایمان صحابه هست. اگر صحابه برای خود اسوه و الگو قرار دادید، میرسید به رسول صلی الله علیه و سلم و با رسول الله رسیدید، میرسید به الله سبحانه و تعالی. یعنی بدون صحابه محال هست که انسان خود را برسانه به رسول صلی الله علیه و سلم و به الله سبحانه و تعالی. جناب استاد بزرگوار، در قسمت ایثار میگیم، ایثار و فداکاری. در حدیث دیگر می آورد که یک مسکینه، یک عجوزه، یک زن دروازه خانه ام المؤمنین عایشه صدیقه را زد و بعد همراهش دو دختر بود. دو دختر همراه این زن مسکین بود و بعد صدا کرد که برای ما کمک کنید. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها کل خانه گشتن. با کل این خانه 3 دانه خرما بود و رسول صلی الله علیه ام المؤمنین عایشه این 3 دانه خرمایی که در این خانه موجود بود آوردن برای این مسکین و برای این زن فقیر تقدیم کردن. و این زن گرفت 1 دانه را به این دختر داد، 1 دانه را به این دختر داد و بعد اینها چون طفلان معصوم این زن گرسنه بودن
فوراً خوردن. و این زن میخواست که یک خرما را خودش بخوره، اطفال طرفش نگاه میکردن و اشاره کردن که ما سیر نکردیم. یا دید که اشتیایشان باز است به اون اصطلاح. این خرما را گرفت، نصف کرد، نصف به این داد و نصف به این. وقتی که این رفت، رسول صلی الله علیه و سلم وارد خانه شدن. حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها قصر به نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت که حکایت چنین شد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله قد اوجب لها بها الجنه. الله سبحانه و تعالی جنت نصیب این کسی که این عمل را انجام داده، یعنی این ایثار و این فداکاری را انجام داده، کارش موجب دخول جنت شد، دخول شده. و ادامه میفرمه او اعتقها بها من النار، و این سبب شده که از آتش جهنم نجات پیدا کرده. و همچنین حدیث دیگر میاره که فقیری مسکینی دروازه خانه ام المؤمنین عایشه را در زد و بعد در خانه چیزی نبود الا فقط قرص از نان، یک تکه از نان. وقتی ما میگیم یک تکه از نان، لحظه فکر بکنیم این خانه کیست؟ خانه رحمت للعالمین، خانه کسی که اگر این دنیا را طلب میکرد همه دنیا برایش مهیا بود، ولی رسول صلی الله علیه و سلم همونطوری که قرآن میفرماید والآخرة خیر و ابقا، آخرت را انتخاب میکنه. و چرا این روایت ها بیشتر از خانه ام المؤمنین عایشه گفته میشه؟ چون خانه‌ای که بیشترین محبت رسول صلی الله علیه و سلم در این خانه بود. باز هم به این حالت ایثار و جود و بخشندگی جناب استاد بزرگوار. بعد کنیزکی که در اونجا هست میگه که من این قرص نان رو بدم، این چکه نان رو بدم به فقیر، شما روزه دارید، با چی افطار میکنید؟ ام المؤمنین میفرمایند بدهید این را در راه الله سبحانه و تعالی. ام المؤمنین روزه دارن، حتی به افطار هم چیزی معلوم نیست، تا اینکه بعد از ظهر می شود، قریب افطار می شود که یکی از صحابه گوسفند به تعبیر امروزی یعنی سرخ کرده با تکه پیچانده به دروازه خانه ام المؤمنین تقدیم میکنن. ام المؤمنین برای این کنیزک میفرمایند کولی از این بخور، این بهتر است یا اون تکه نان؟ و بعد ادامه گفته میشه که این فقط ثمره و نتیجه ایثارگری در دنیا هست که الله تکه نان اردادی، الله اینقدر داد، در آخرت الله سبحانه و تعالی چقدر اجر و ثواب و اینها. همچنین از ایثار و فداکاری وقتی که بحث میشه، مردی آمد به نزد رسول صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله ای الصدقه اعظم و اجرا، کدام صدقه به نزد الله سبحانه و تعالی محبوب تر هست، اجرش عظیمتر و بزرگتر هست؟ قال ان تصدق و انت صحیح و ادامه میفرمایه شحیح. چی معنی؟ اصلی نست. مهم اینجاست، این را ایثار میگن. وقتی صحیح بودی و محبت داشتی به اون مال. چرا در حدیث صحیح آمده؟ چون انسانی که صحیح بود، تندرست بود، صحتمند بود، ادامه حدیث میگن تخشى الفقر و تأمل الغنا. در روایت دیگر میآید تأمل البقا، آرزو میکنه در دنیا بمانه، یعنی آرزو میکنه که سرمایه‌دار باشه. انسانی که صحتمند بود، شیطان برای وعده چی میده؟ الشیطان یعیدکم الفقر. پس در اینه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که بهترین صدقه، بهترین ایثار، بهترین کمک، بهترین جود و بخشندگی وقتی است که خودت صحیح بودی و او را دوست داشتید و او را دوست داشتید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و چیزی که دوست داری در راه الله سبحانه و تعالی تقدیم بکن. این را میگن ایثار، این را میگن فداکاری. ادامه حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولا تمهل، یعنی
تمهل یعنی ولا تترک، ترک نکن، یعنی این صدقه دادن رو ترک نکن، حتی تا اینکه اذا بلغت الحلقوم، نفس وقتی به حلقوم رسید دیگه اونجا فایده نداره که قلت لفلان کذا ولفلان کذا و کان لفلان، دیگه آن وقت فایده نداره که وقتی نفس به حلقوم رسید دیگه شروع کنی به ترکه و به تقسیم. نه، خودت از دنیا بری همه اینها ترکه و تقسیم میشه. یعنی انسان در وقت صحتمندی، در وقت جوانی، در وقت برخورداری از صحت و عافیت آرزوهایی داره، بلند پروازی هایی داره، امیدهایی در دنیا داره، اما با این وجود وقت پول و دارایی و مالی که در نزدش است ایره در راه الله میبخشه و جانب مقابل را بر خودش بر امیدها و آرزوهای خودش ترجیح میده. اینجا هست که این گفته شده که اعظم اجر، یعنی بالاترین اجر، بزرگترین اجر به اینها. این که پس این واقعا بهترین نوع ایثار است. این که رسول صلی الله علیه و سلم در روایت میاره که اگر ایمان ابوبکر بر یک کفه گذاشته بشه و ایمان کل امت بر یک کفه گذاشته بشه، هنوز هم ایمان ابوبکر سنگینی میکنه. این چی معنا داره؟ ایثار سیدنا ابوبکر صدیق در کجا؟ در چه جاهایی؟ حالا فقط یک نمونه، در یک نمونه حالا که ایثارهای سیدنا ابوبکر صدیق زیاد هست در عرصه های مختلف، در غزوات مختلف، فقط یک نمونه در آن غزوه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم طلب کمک کردن که سیدنا عمر میگه همیش ابوبکر از من سبقت گرفته در ایثار، در فداکاری، در جود و بخشندگی، من امروز میخواهم که از ابوبکر سبقت بگیرم. یعنی ایثار من بالاتر از ایثار ابوبکر باشه. سیدنا عمر میآین کل مال خود را همه جمع میکنن، از وسط نصف میکنن. واقعا این هم ایثار هست، واقعا این هم جود و سخاوت هست. امروزه چی کسی آماده میشه که بیای یک تاجر بزرگ، یک شخصی که بالاخره سرمایه داشته باشه، بیای نصف مال خود را در راه الله سبحانه و تعالی بده؟ یعنی این هم جرأت میخواه، این هم همت میخواه. سیدنا عمر نصف مال خود را برداشتن و به فکر این که امروز من از ابوبکر سبقت میگیرم در ایثار و فداکاری. سیدنا عمر کل مال خود را جمع کردن. حتی در بعضی اقوال میاره که لباسهای خود را کشیدن، گذاشتن، فقط با لنگ یک تکه در اطراف خود پیچاندن و آمدن خدمت رسول صلی الله علیه و سلم تقدیم کردن. ای عمر، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ای عمر چی آوردی و در خانه چی گذاشتی؟ سیدنا عمر میگه یا رسول الله آنقدر که اینجا آوردم مثل اینها همین قدر در خانه گذاشتم. یا ابوبکر، ای ابوبکر تو چی آوردی و در خانه چی گذاشتی؟ یا رسول الله کل مال خود را آوردم، در خانه فقط الله و رسول الله را گذاشتم. یک لحظه انسان فکر بکنه، یک لحظه فکر بکنه. جناب استاد بزرگوار، اینا شاگردان مکتب اسلام بودن، شاگردان مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم بودن. همین امروز مطالعه میکردم، از زیر نظر مطالعه ما یک شخصیتی که در بین محدثین و در بین مفسرین و در بین علمای بزرگ می درخشه، شاگرد امام مالک رحمه الله و استاد ابن ماجه به نام هشام ابن عمار دمشقی. همین امروز طفل بود، نوجوان بود، شنید که در مدینه منوره امام مالک هست، درس داره، تدریس داره. حالا ایثار تنها در این نیست که ما ایثار مالی بگیم، در عرصه مال نیست. ایثار در راه علم، ایثار این که انسان از وقت خود در راه الله سبحانه و تعالی بگذاره، ایثار کنه، وقت بده، جان بده، مال بده. میای پیش پدر خود
بابا دوست دارم مرا در مدینه شهر رسول صلی الله علیه و سلم بفرستی تا اونجا درس بخونم. پدرش وقتی نگاه میکنه این مصارفی که در راه پرداخته میشه نداره. روز دوم تکرار میکنه، روز سوم تکرار میکنه. چنان پدر وادار میکنه با این تکرار این طفل سن یا 8 ساله هست یا 9 ساله جز اطفال هست. پدر مجبور میشه خانه نشیمند خود را میفروشه و این مبلغ صرف راه رسیدن این طفل میکنه تا به مدینه برسه. این چی میگن؟ ایثار میگن. خانه ای که به او سخت ضرورت داره میفروشه به تجارت چی میده؟ تجارتی که در راه الله سبحانه و تعالی. این طفل میای مدینه منوره بعد از زحمات زیاد میای به درس امام مالک رحمه الله مینشینه. اطفال در اون روزها درس امام مالک یا مختل میکردن یا چه، امام مالک صاحب فرموده بودن که دیگه اطفال در حلقه درس اجازه ندهید. وقتی این طفل میای در حلقه درس مینشینه این را میگن برخیز بیرون شو. این بیرون نمیشه. حتی بعضی از شاگردان امام مالک این را کتک میزنن با ضرب بیرون شو. امروز را بیرون میکنن، فردا میایه باز را بیرون میکنن، باز پس فردا میایه. روز سوم به دروازه مسجد می نشینه گریه میکنه. شاگردا به امام مالک رحمه الله خبر میدن که یک طفل گریه میکنه. او را صدا میکنه امام مالک چرا گریه میکنی فرزند من؟ میگه من پدر خود را بیخانه کردم تا به اینجا رسیدم. او را آواره کردم، خانه فروخت تا من به این درس رسیدم و الان از این درس محروم شدم و بیرون نشستم. امام مالک سرش را دست میکشه و او با آغوش میگیره. میگه فرزند من در هر ضربی که در جان تو به این واسطه زده شده من برای تو حدیث و درس خاص یاد میدم. نکته این طفل میگه یا استاد بزرگوار اگر من میفهمیدم که این چنین فضل الله شامل عالم میکنه کاش که او ضرباتی که بر جانم خورده بود بیشتر میبود تا حلقات درسی برای من بیشتر گذاشته میشد و بالاخره بیشتر استفاده میکردم. شما ببینیم این ایثار هست، ایثار پدر در حق فرزند بودیم، ایثار پدر و ایثار خود این طفل و ایثار استاذ. پس به اینه که هر کدام ما وقتی که نگاه میکنیم، وقتی از ایثار سیدنا ابوبکر صدیق میگیم، وقتی از ایثار امروزه هم ما نگاه میکنیم در گوشه و کنار، شاید کسانی باشه که روزانه 100 افغانی مزدوری کنه ولی از او 50 افغانی ایثار بکنه به یک خانه فقیر، به یک خانه یتیم، به یک خانه بیوزن. شاید یک کسی که میلیون ها دلار داشته باشه خیر او به جامعه نرسه، اما یک نفر هست درآمد قلیل داره، تجارت قلیل داره، تجارت اندک داره، اما خیر او و ایثار او به جامعه برای یتیم و برای بیوزن در اینها. یک درهمی که سبقت را از 100 درهم را بود، درهمون سبقت 100 درهم. او کدام درهم؟ ایثار میگن. درهمی که در حیات خود 1 درهم کسی به دست خود بده که بعد از سرش 100 درهم داده بشه، او 1 درهم هنوز هم به نزد الله محبوب تر و با فضیلت تر. جناب مهندس باز هم اجازه میگیریم، به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه انشالله دوباره بحثمان را ادامه خواهیم داد. با ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. و دستت را در راه بخشش مال به گردن خیش مبند و ترک انفاق نکن و آنچنان دست و دلباز مباش که آنگاه سرزنش شده و درمانده و
حسرت زده بنشینی. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. خب بینندگان ارجمند و گرامی، بار دیگر با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم و پس از اینکه جناب مونس مجیب الرحمن انصاری با نمونه های از ایثار رسول الله صلی الله علیه و سلم، خانواده ایشان، صحابه کرام و تابعین اشاره کردن، حالا می خواهیم با جناب مونس به برخی از رذایل اخلاقی مثل یعنی بخل و ریا و منت و اینا که مانع رشد روحیه ایثارگری میشه، به اینا هم اشاره بکنین تا بیننده متوجه شود که چی چیزهای، چه رذایل، چه خصلت‌های مذموم مانع رشد روحیه ایثارگری در نفس انسان میشه. قبل از این که به آن اوصاف و صفاتی که مانع ایثار و ایثارگری میشه اشاره کنم، باز هم به یک نمونه دیگر از نمونه‌های ایثار میخوام اشاره کنم، ایثار انصار نسبت به مهاجرین. مهاجرین وقتی که از مکه مکرمه خانه و زندگی و زن و بچه و بالاخره همه هست و بود خود را ترک کردن و بالاخره برگشتن طرف مدینه منوره. حالا دیگه او کسی که تجارت داشت حالا تجارت نداره، سرمایه داشت سرمایه نداره، در حال فقر و در حال آواره و اینها وارد مدینه منوره شدن و انصار سر خانه و زندگی بودن. رسول صلی الله علیه و سلم توصیه اینا به انصار این بود که متوجه برادران خود مهاجرین باشید. وقتی این حرف گفته شد، انصار چیکار کردن؟ دانستن که مهاجرین کار اینا در مکه تجارت بود، انصار کار اینا زراعت بود. مهاجرین زراعت نمیتونستن، در مزرعه و در اینها کار کردن نمیتونستن، چون شغل اینا نبود، کار اینا نبود، وظیفه اینا نبود. آمدن نزد رسول صلی الله علیه و سلم و بعد گفتن که برادران مهاجر ما را جمع کنید و این مال و سرمایه ما را تقسیم کنید بین اونها. آنچه که دوست داشتنی هست برای برادران مهاجر ما انتخاب کنید. حتی جناب استاد بزرگوار در وقتی این ایثار انصار مطرح میشه، بعضی حتی این قضیه مطرح کردن که کسانی که 2 همسر داشتن، 3 همسر داشتن، حتی این قضیه مطرح کردن که میتوانند برادران مهاجر ما یکی از این همسران را انتخاب بکنن که ما او را طلاق بدیم و بعد از سپری شدن عده اونها در عقد نکاح خود در بیارن، که ما این اتفاق نیفتاد. میخوام این نکته اشاره کنم. حالا انصار ایثار کردن، مال را تقسیم کن، بهترین مال را به مهاجرین پیشنهاد کردن، حتی در قضیه همسران مطرح شد. هیچ در تاریخ و در روایات ثابت نیه که یکی از مهاجرین آماده باشه و بالاخره به یکی از انصار گفته باشه که بله تو خانم خود را طلاق بکن که من بگیرم. اما چی گفته میشه؟ ایثار بود. در مقابل ایثار هست. مهاجرین چی میگفتن؟ دلونی الی السوق، راهنمایی کنید ما را طرف بازار. بازار کجا هست؟ جای کار کجا هست؟ جای کار کجا هست؟ به اینه که اگر یک تاجر ما ایثار داره، فداکاری داره، جود و بخشندگی داره، باید یک فقیر ما هم از خود ایثار نشان بده. وقتی که ما در متکی به دیگران نباشه، طفیلی نباشه در جامعه. در غزوه یا جنگ یرموک شما ببینیم در اونجا در یرموک یا در یکی از غزوات صحابه رسول صلی الله علیه و سلم
در حال آب دادن هست، میبینه شخص مجروح افتاده، شخص مجروح هست، نیاز به آب داره، میگه میخوام برای این آب بدم، آمدم که آب برای ازی بدم، کنارش میگفت آه صدای اصحاب، یعنی صحابه رسول صلی الله علیه وسلم، میگه او صدا را که این شخص مجروح شنید اشاره کرد که آب به او برادر من که در کنار من هست به او بدی که او تشنه‌تر هست. میگه رفتم کنار از او، باز صدای آه به گوش من رسید، این شخص اشاره کرد به یک فرد سومی که برای اون آب ببر. میگه تا به او نزدیک شدم فقط مات، این جانر به جان آفرین تسلیم کرد. میگه پس برگشتم به دومی که آب بدم که این هم رفت، آمدم به فرد اولی که آب بدم این هم رفت. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، در لحظات بسیار در لحظات بسیار حساس، لحظاتی که لا هر کس اله نفسی الا نفسی الله، میگه. لا اله الا الله. چی لحظاتی که او با چشم سر مرگ را مشاهده میکنه و نیاز به او قطره آب داره، ولی برادر مسلمان خود را میبینه که از او محتاج تر هست، در آن حالت قرار داره. او راهنمایی، ایثار صحابه. باز هم جناب استاد بزرگوار، ایثار صحابه، یک نکته اخیر این را اشاره میکنم. دو دوکان، صحابه هر دو دوکان داشتن، مشتری می آمد که یک شی بخره، پرسان میکرد مثلا کنار هم بود، آیا این قلم را داری مثلا؟ بله میگه این قلم را دارم، از صبح چند دانه از این سودا کردم، دوکان کنار من از این قلم داره، از صبح متوجهم که او سودا نکرده، برو از او این سودای خود را بگیر. این چی میگن؟ ایثار، از خود گذشتگی به اینها. اما چه چیزها مانع ایثار میشه به طور خلاصه و فشرده؟ همونطوری که اشاره کردیم بخل هست، بسیار مرض خطرناک که از امراض است که در سینه ها جا میگیره. بخل، مسئله تکبره، مسائل خودخواهیه، خودبینیه و مسائلی که انسان محروم کردن، منت. و اینه که از همه مهمتر جناب استاد بزرگوار، اصلا صدقه چرا صدقه میگن؟ چرا گفته شده ان تصدقه از تصدیق؟ شخصی که صدقه میده رب خود را تصدیق کرده و نتایج صدقه یقین میفهمه که در آخرت واضح و آشکارا و پیش روی من گذاشته است. بس به اینه که شخص از مرگ غافل که شد ایثار نداره، شخص متکبر شد ایثار نداره، بخیل شد ایثار نداره، خودبین و متکبر و خودخواه شد و انسان مصرف شد، حریص شد. گفته شما وقتی اسرافکار که شد دیگه ایثار برای از او معنا و مفهومی نداره. پس این اوصاف وقتی در زندگی آمد، اوصاف مهلک و خطرناک، انسان مانع میشه از بذل و بخشش و از ایثار و فداکاری. خب از نتایج، از ثمرات، از فوایدی که خصلت یا خوی یا سرشت یا این فضیلت اخلاقی به دنبال داره، از او بگین، چون بیشتر انسان تشویق کنه به تخلق به خلق عظیم و مزین شدن به اخلاق پیامبرانه و اخلاق صحابه و اخلاق بزرگان. در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم. از جمله فواید، اولین فایده اینه که انسان ایثارگر مزین میشه با این خلقی که متعلق به انبیاء علیهم السلام و سلف صالحین و اولیاء و اینها هست. دوم اینه که محبوب پروردگار عالم میشه، محبوب رب العالمین میشه، محبوب رحمت للعالمین میشه. الله و رسول فرد ایثارگر دوست دارن. دیگر این که کسی که ایثارگری داره، قرآن چی میگه؟ فاولئک هم المفلحون. این از جمله کسانی میشه که رستگار هست. ما امروز تلاش میکنیم که بیایم در فلان حزب باشیم که حزب قوی هست. حزب الله سبحانه و تعالی، الا ان حزب الله هم المفلحون.
و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. همچنین کسی که ایثار و بخشندگی داره نشانه کمال ایمان هست. سیدنا ابوبکر صدیق ایمان قوی و بعد اقتدا به رسول صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، انسان سخی بودن، با سخاوت بودن، ایثارگر بودن. همچنین قبل از این که نتیجه ایثار خود در آخرت ببینه در دنیا میبینه. شخص وقتی ایثارگری و بذل و بخشش نمایه راحت میشه، روحان استراب و نگرانی و وحشت از او دور میشه. همچنین خیر و برکت در مالش، در اولادش، در زندگیش به وجود میآید. همچنین در بین جامعه‌ای که ایثار بود مهر و محبت و صمیمیت و اخوت ایجاد میشه. عکس بخل و کینه و بغض و عداوت و دشمنی از بین میره. و همچنین در بین جامعه امنیت میآیه، آرامش میآیه، آسایش میآیه. آسایش یعنی امروز انسان و انسانیت چیزی که گم کرده آرامش هست. اما جامعه‌ای که در او جامعه ایثار بود، در او جامعه فداکاری بود، در او جامعه بذل و بخشش بود، در اینجا کسی نمیترسه که فرد میایه مال مرا میگیره. هیچ کس، هر کس استغنای نفس داره. همه اینها از جمله فواید ایثار هست، فواید بذل و بخشش و فداکاری هست. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار و همچنین از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنیم و از الله متعال مسئلت داریم که همه ما و شما را با این فضیلت اخلاقی و با ایثار و با این خوی پیامبرانه و با این خوی بزرگان و صحابه مزین و آراسته بسازه و جامعه ما را از بحران‌های اخلاقی نجات بدهد. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما سروران را به پناه الله یکتای بی همتا می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.